چند تا نکته خیلی مهم داره. اونم اینه که اولا اینکه هر چقدر تیراندازی میکنن بهت اثر نمیکنه. بعد هر چقدر لولت میره بالاتر پلیس کار به کارت نداره. این دو. بعد پول، هر چقدر لولت میره بالاتر پولی که بهت میده خیلی زیاده. فقط الان پول نگاه کن. فقط نگاه کن ببین چقدر قراره بهت پول بده. خیلی راحت بدون دردسر. خب اینم نفله کنیم ما بریم شماره 61. بریم لول 61. فقط ببینید چقدر پول میده. 180,000 دلار. کم نیسته. کسکش حرومزاده چی میگی؟ 180,000 دلار. بریم لول بعدی تا ببینید چقدر پول میده. یعنی اینم که خیابونای عشق ماست. خیلی راحت بدون چیت بدون رمز. خب ببینید خیلی راحت. هم میتونی شلیک کنی هم میتونی بهشون بزنی. ببینید چقدر میده. 186. تایمتون هم بیشتر میشه. خیلی راحت بدون استرس. این از این. اگه تا الان وسیله موتور یا ماشین بود ترکیده بود، چون انقدر شلیک میکنن بهتون، چون به قدری بهتون شلیک میکنن ماشین یا موتور بود الان تا الان ترکیده. 192,000 دلار. بریم لول بعدی. چماق داشتن. با چماق اومده جنگ با تانک. مادر نداده کسی از دست سی جی در بره. کجا میخواین بری آخه بدبخت؟ 198,000 دلار. خیلی زیاده. یعنی پولی که تو این لول ها بهمون میده تو هر لول پولش از مرحله خرید فروش خودرو توی سمفیالا هم زیادتره. حروم زاده برو اونور دیگه. سرعت تانکمو کم کردی لعنتی. تو لول های اول پلیسا خیلی زیاد گیر میدادن ولی الان خیلی کم، مگر اینکه خود پلیسو بزنی تا دنبالت بیفته. بیکی داشتم میبینی؟ فقط ببینی پولو 200,000 دلار. خیلی زیاده بچه، خیلی زیاده. اینم از اون مونده. این یالغوز 211,000 دلار. کجا میخوایم بری بدبخت؟ 217,000 دلار. دوستان دیدی کیا بودن؟ واگوسا بودن ها. یعنی اومدن اینجا رو بگو بکشن. اومدن یعنی لاس ونتوراس هم بگو بکشن. مادر نداده کسی از دست سی جی در بره. اینجا ببینم 224,000 دلار. دوستان خیلی زیاده بچه، خیلی زیاده. اینم از این 230. عشق میکنی خدا وکیلی حال میکنید یا نه؟ 230,000 دلار بهمون پول داد. میریم لول بعدی. خب لول ببین چقدر پول میده. 238,000 دلار. خب دوستان اینجا لول بعدی انگار یه جای مستقرن، نمیدونم. آها داخلن. ببینید واگوس هستن دوستان. 245,000 دلار. یعنی چنان زدن طرف پرت شد هوا. ببینید تو این چقدر بهمون، ببینید تو این لول چقدر بهمون پول میده. خب این از این چقدر 250,000 دلار. البته 252,000 دلار. خب میریم لول بعدی. اشعین که کسکش چنان گوزید من ترسیدم. خب خلفکارای بعدی جلوی کازینو هستن. نزدیک میشیم. اون سه تا هستن دارن دور میزنن. اینم از این. اینم از این چقدر میده؟ خب 259. لول بعدی حتما 265,000 دلار میشه. آره داشتم میگفتم دوستان فقط کافیه یه دونه از بندقه 51 تانک بلند کنید. به خاطر وانتک گرفتن و ستاره گرفتن هم خیالتون راحت. بعضی جاها میبینید که زیر پل ها توی جاده خاکی ها ستاره هستش. به خاطر همین که برید اونا رو بگیرید و وانتکاتون کم بشه.
من این کار انجام دادم، با انتقام به 0 رسید تا اومدم مرحله رو شروع کردم، آغاز کردم مرحله رو. بعضی موقع همچین صحنه پیش میاد، ببینید دارن از همدیگه جدا میشن، این خیلی بده. جالب اینه که دوستان بیشتر این خلافکارا زنن. آها این بغله، بذار اونو من بتره کنم بعد بیام اینو این جاکشا رو. حالم به هم میخوره یعنی از این. ببین تا کجا پرت شد دختر بیچاره. بیا دختر مردم رو به کشتن دادیم به خاطر چست تومن پول. البته چست تومن هم نیستش، خیلی زیاده، واقعا ارزش اینو داره، حتی پلیس هم بکشیم. بیا اینجا ببینم لعنتی کجا میخوای بری؟ از دست سی جی میخوای فرار کنی؟ پلیسا در امان نیستن، از دست سی جی خود پلیسا در امان نیستن، تو میخوای از دست سی جی فرار کنی؟ بیا اینجا ببینم حرومزاده، بیا اینجا ببینم. خب این از این $266,000. میریم سراغ لول بعدی.